چطوری تیک تاک از یک هیولا فرشته ساخت. این دختر اسمش ایزابلا گوزمنه. به خاطر این شکلکایی که تو دادگاه به دوربینا نشون میده حسابی وایرال میشه. اما اگه بدونین این دختر با 79 ضربه چاقو مادر خودشو به قتل رسونده واکنشتون چیه؟ ایزابلا گوزمن با مادرش و ناپدریش توی ایالت کلرادو آمریکا زندگی میکردن و وقتی که این قتل رو انجام داد فقط 18 سالش بود. اون به شدت با مادرش مشکل داشت و هر شب دعوا میکردن تا یک شب وقتی مادر ایزابلا از سر کار به خونه برمیگرده و به حموم میره، ایزابلا پشت سرش وارد حموم میشه و با چاقو 79 بار به صورت و گردن مادرش ضربه زده بود. اما اینم براش کافی نبود و بعد مرگش با چوب بیسبال انقدر مادرش رو زده بود که بعد از کالبد شکافی مشخص شد که 151 زخم روی بدن مادرش بوده. پلیس ایزابلا رو در حالی که با همون لباسای خونی توی ماشین به خواب رفته بوده دستگیر میکنه.